با گذشت تقریبا یک هفته از قتل قابلجان علیف، نورس 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمیخواهند. فقط چند از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی‌های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهری سفر واکنش‌های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با گفتگوی داشتم و نخست از واکنش‌های سیاستمداران و چهره‌های شناخته روسیه پرسیدم. از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیدیم یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومای دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است، فقط به استثنای بیانیه آدم دلیمخانوف، وکیل دومای دولتی از جمهوری چچنستان. او نورس 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کار زد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیمخانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه‌های معین روسیه نامیده است. البته خود دلیمخانوف هم به نقض حقوق انسان متهم می شود و از طرف امریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحادیه اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه‌هایی هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه می‌کارند. موعظه‌های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه‌های بدخواه تبدیل می‌دهد و آن اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتویف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه‌های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. و بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه‌های این جنایت را باید در غرب جست. ماتویف 2 روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسی همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورس تاجیک نکردند. از همکارم همچنین درباره واکنش‌ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونه‌اند. در تاجیکستان مثل پیشتر واکنش‌ها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستند از کاربران عادی و هم از زیاییان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان به نام قابلجان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالمجان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی به خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابلجان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابلجان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح می شد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دکبر در سنت پتربورگ در نشست غیر رسمی چندی از کشورهای مشترک المنافع بود، آیا درباره نورس تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ میزند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان ازبک و قرقیز او شوکت میرزیوف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دکبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بانی آلمان جمع آمدند و قتل قابلجان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کالاکولتسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی وکیلان مهاجر ستیز دومای دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می‌دهد. تشکر. طاهری سفر بود که واکنش‌ها به کشتار بیرحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید میتوانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
و طوری که همکارم یادآور شد امروز در شهر سنت پتربورگ روسیه جلسه غیر رسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های همسود یا اسنگ برپا گردید. رهبران 7 کشور از جمله ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان با دعوت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نخست در تالار آثارخانه ارمیتاژ گشتگزار کردند. در همایش سران با وجود اعلان پیشکی رهبر آذربایجان ایلهام علیف با بهانه سرکاری شرکت نکرد. پوتین از همکاری‌ها در دایره این سازمان ستایش کرده گفت که داد و گرفت‌های تجارتی میان کشورهای عضو در 9 ماه سال جاری 90 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، مواد مخدر و کورپسیا را سمت مهمی همکاری نامید. پوتین اینچنین درباره ناتسیسم یادآور شد که به گفته او در سرنگون کردن آن در دوره جنگ دوم جهان سهم هر جمهوری سابق شوروی مهم می باشد. در مراجعت به امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان، پوتین به گفته‌اش نسبت برخورد سازنده و پرتشبث به اجرای وظیفه‌های رهبری دوره در اسنگ تشکر کرد. ولی این نوبت هم او از مرگ پرفاجعه کودک تاجیک در یک حمله نژاد پرستانه هفته گذشته در مکتب در مسکو اصلا یادآور نشد. تا حال معلوم نیست که آیا این موضوع را در ملاقات با پوتین امام علی رحمان هم مطرح نمود یا نه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.